درود به همه علاقه‌مندان به طراحی با نرم افزار فتوشاپ. همراهتون هستم با یک آموزش جذاب دیگه. با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال حمایت کنید تا روز به روز آموزش‌های بهتری براتون آماده کنم و داخل کانال اضافه کنم. فراموش نکنید حمایت شما باعث دلگرمی و قرار دادن آموزش‌های بهتر میشه. پس حمایتمون کنید تا روز به روز با هم دیگه پیشرفت کنیم. بدون معطلی میریم سراغ آموزش. برای شروع یه سند میسازیم که معمولا من سند مربع شکل میسازم متناسب با تامنیلی که میخوام طراحی کنم ازش استفاده میکنم. حالا شما هر سایزی خواستید میتونید این کارو بکنید. یه متن پیش‌فرض خود فتوشاپ هستش که من از اون استفاده میکنم تا گزینه تکست رو فعال میکنید میاد. خب فونت مورد نظرم رو انتخاب میکنم، سایزش رو هم به اندازه‌ای که میخوام بزرگ میکنم. یکم فاصله بین حروف یا میتونید کمتر کنید یا بیشتر کنید. بعد با کلید آلت رو میگیرم و لایه تکستم رو هی ازش کپی میگیرم، هی اضافه میکنم تا جایی که مورد نیازمه و با توجه به سایز اندازه ای که اون صورتی رنگه به ما میده فاصله رو دقیق به ما میگه، با اون فیکسش میکنم تا یه اندازه باشه. خب همه رو با هم نگه میدارم، آلت رو نگه میدارم، انتخاب میکنم و یه گروه از اون پایین انتخاب میکنم و یه گروهش میکنم. کنترل تی میزنم تا سایزی که میخوام فیت در بیاد رو براش اوکی میکنم. خب لایه رو باید به صورت کلی انتخاب بکنید، تکی انتخاب نکنید تا منظم جابجا بشه. خب کنورت اسمارت آبجکتش میکنم، تبدیل به یه اسمارت آبجکتش میکنم تا بتونم از فیلتر روش استفاده کنم. ما از فیلتر لیکوفای استفاده کنم یا لیکوفی میزنم تا باز بشه. به صورت پیش‌فرض نگاه کنید گزینه رو، میتونید از این گزینه ها انتخاب بکنید تا رو تکستتون حالتهای مختلفی رو ایجاد کنید. از نوار کنار هم میتونید اینو سایزش رو کم و زیاد رو میبینید جمع میکنه به وسط. هر کدوم از این المان هایی که این بغل هستش میتونه تغییراتی رو روی تصویرتون ایجاد بکنه. از سمت راست هم میتونید سایزها و ریزکاریاش رو انجام بدید. با این منوها بازی بکنید تا چیزای عجیب غریبی بتونید خلق کنید. خب اوکی میکنم، تصویرم رو ببینید به چه شکلی میشه به این صورت. حالتهای مختلفی رو میتونید ایجاد بکنید، صرفا یک نمونه است تا ببینید که چه قابلیتی این ابزار داره. این ابزار قابلیت های زیادی داره، این فقط یک نمونه از قابلیتش. یه تکسچر به پروژم اضافه میکنم، یه خورده بافت متفاوت بده به پروژم، سایزش رو تنظیم میکنم، تو جای مناسب قرارش میدم تا بریم سراغ مودهای رنگی به این صورت. حالا از مودهای رنگی متفاوتی که اینجا داریم یکیش رو که رو تصویرمون خوب میشینه و جذابش میکنه استفاده میکنم. خب یه لایه کلی میگیرم، شیفت کنترل آلت ای، به صورت کلی یه دونه لایه کلی از تمام لایه ها به ما میده. ببینید تکسچر چه تأثیری روی تصویر گذاشته. حالا من میام یه کمم از افکت کامرا را فیلتر استفاده میکنم تا حالت بهتری بشه. دورش رو میخوام یه خورده تیره بشه،
نویزش هم بیشتر کردم تا بهتر دیده بشه. اینجا میتونم رنگ ها رو تغییر بدم. البته رنگی که اینجا میبینید تغییر میکنه. ببینید شما میتونید به رنگ های مختلف برسید. اوکی میکنم. حالا باز میتونم از اینجا استفاده کنم و رنگش رو دوباره تغییر بدم. امیدوارم آموزش خوبی براتون بوده باشه و ازش استفاده کنید. منتظر آموزش‌های بعدی جذاب ما باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.